دوستای عزیز سلام. امید که صحت و سلامت باشید. فرزانه غفوری هستم با برنامه مدیریت صنف بدون توسل و خشونت. موضوع مورد بحث امروز ما: با شاگرد بازیگوش در صنف چی باید کرد؟ یک شاگرد وقتی در صنف بازیگوشی می کند، در واقع او یک نیاز را تشریح می کند و باید نیاز وی در نظر گرفته شود. بعضی مزاحمت های شاگرد دلیلش این است که شاید در خانه مشکلات و یا یک نگرانی دارد یا خسته است. در این صورت شاید فقط نیاز به توجه دارد. با این شاگرد یا خارج از درس یا زمانی که همه مصروف انجام فعالیت هایشان هستند باید وقت گذاشت و با وی به مهربانی صحبت کرد و با مشکل او پی برده دنبال راه حل ممکن باشیم. مثلا پرسیده شود که آیا وظیفه خانگیش را انجام داده یا نه. اگر انجام نداده علت چی بوده و یا ممکن کدام مشکل خاص در فامیل دارد. همچنان می شود با جملات چون نام خدا تو چی خوب لباسهایت را پاک نگه داشتی، یا چی کتابچه مقبوله، یا چی نوشته خوبی داری، خوشحالم که تو در صنف من هستی و غیره. با ایجاد همچو وضعیت شاید او را به درس تشویق کرده و یا حداقل به مشکل او پی ببریم. استادان گرامی، بیشتر در درستان از بازی‌های آموزشی استفاده کنید، چون تفریح عشق اطفال است یا نام دیگر کودکان بازی است. اطفال تفریح یا بازی را دوست دارند و این گونه می شود نیاز آنها را برآورده نمود. شاگردان زمانی که خسته شوند در صنف مزاحمت ایجاد می کنند که در این حالت باید به آنها یک مسئولیت سپرد. شاگردی که مزاحمت ایجاد می کند و استاد متوجه رفتار او می گردد باید علت مزاحمت را جستجو کرد و استاد گرامی باید با یک مهارتی که کدام سکتگی بزرگی به درس وارد نشود خود را به شاگرد نزدیک ساخته و با دلایل مقنع از طریق یک صحبت خصوصی با دانش آموز کنار بیاید. در صورت ضرورت به صحبت‌های بیشتر در ختم درس و یا یک فرصت مناسب دیگر با او ببیند. شاگردان زمان مزاحمت ایجاد می کنند که روش تدریس استاد، نحو مدیریت صنف توسط استاد مناسب با وضعیت صنف نباشد. مثلا در موارد متعدد دیده شده که معلمین توجه ویژه به تعدادی از شاگردان نخبه‌تر دارند و سایر دانش آموزان مورد توجه قرار نمی گیرند. لذا آنها استاد را نسبت به خودشان بی‌تفاوت یافته دست به ایجاد اختلال و مزاحمت ها در صنف می زنند. استادان گرامی باید تعادل در صنف و توجه به همه شاگردان را در نظر داشته باشند و همه دانش آموزان را به فعالیت‌های درسی وادار بسازند. مثلا این وظیفه تو است که گروپ را رهبری کنی، یا تو آغازگر بازی باشی، یا مثلا من درس میدهم و بعد از من اول تو باید پیش روی تخته بیایی. نه با تهدید بلکه به آرامی و خونسردی گفته شود. باید همیشه مفکوره‌هایی در سر داشت به خاطر جلب توجه شاگرد. مثلا خدا تو را دوست دارد که این گونه حافظه خوب برایت داده است، یا من تو را دوست دارم چون شاگرد گپشنو هستی. باید نشان داد که آنها را دوست دارید حتی با وجود مشکلاتی که آنها در صنف به وجود می آورند. دوستای عزیز، این بود تشریح مفصل در مورد شاگردان بازیگوش و عواملی که باعث می شود شاگردان بازیگوشی نمایند. امید که مفید واقع شود و تا برنامه بعدی همه شما را به خداوند یکتا می سپارم. اوقات خوب و خوش.